پیغمبر خدا فرمودند من بر شما ای مردهای امت حقهای را که زنها بالای شما دارند خبر میدهم. زنها بالای شما 5 حق دارند، یعنی هر یک مرد وظیفه‌دار است که این 5 حق را اجرا کند. اینا چیا هستند؟ پیغمبر گفتند ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن. یکم حقی که بالای شماست این است که وقتی که برای خود لباس میخری باید برای همسر خود لباس خری. وقتی بدن خودت زیبا میکنی از لباس باید که بدن زنی تو هم از لباس زیبا باشد. یعنی یکم حقوق مرد همین است که بدن زن را باید از لباسش تأمین کند. و دوم و طعامهن. دوم باید که زنها از طعام برخوردار باشند. یعنی وقتی که اگر شکم بی مرد وقتی که از طعام سیر باشد یا مرد در جای طعام میخورد باید که فکر عیال خودم داشته باشد، باید که خاندان او هم از طعام تأمین باشد. دوم حقی که بالای مرد هاست این است که باید که زنها از طعامم برخوردار باشند، لباس هاشون پوشیده باشد، شکم های زنها باید که از طعام سیر باشند. سوم وظیفه‌ای که بر ذمه مرد هاست ولا تضرب الوجه. پیغمبر گفتند وقتی که شما زنها را آداب میدهید باید که در چهره زنها شما نزنید. چهره زنها را باید که شما سیاه و کبود نکنید. چگونه که جمعه پیشین برای شما خبر دادم که پیغمبر در حدیث های صحیح گفتند که یکی زدن در جای ملایمی زن باشد و آلات هایی که زن را زده می شود این باید که مسواک چوب باشد یا اینکه دستمال باشد. با دستمالش همین لطه هایی که ما و شما دست های خودم بعد طعام پاکیزه میکنیم تازه میکنیم. گفتن زنها باید که به منها زده شود وضربهن ضربا غیر مبرح. یعنی چنان زنید که زنها را چنان آداب دهید که نه چندان سختی باشد. این لفظ پیغمبری خدا هست. انا سوم گفتم پیغمبر شما مردها حقوق ندارین که در چهره زنها زنید. و چهارم ولا تقبیح. شما حق ندارید که زنها را دشنامهای قبیح دید. این زنها را چگونه که امروز مردها خیلی دشنامهای قبیح میدهند که نه پدری او میماند نه مادری او میماند نه اولاد او میماند. البته حالت غضب است، گاه می شود که یعنی مردها غضبناک می شوند از حساب رفتارهای نادرست زنها، لیکن به هر حال این وظیفه مرد است و امر پیغمبر است که باید که مرد خودداری کند. مرد باید خودش را اداره کند. یعنی دشنام دادن مادر او پدر او یا اولاد او بر مرد هیچ نتیجه نمی آورد، هیچ فایده هم ندارد، بلکه در این دشنام دهنده گناهگار می شود. این چهارم حقوقی که زنها بالای مردها دارند این است. پنجم پیغمبر گفتند ولا تهجر الا فی البیت. یعنی وقتی که اگر زنهای شما با شما ملال شدند، زنهای شما با شما قهری شدند، حالان که این زنها حق ندارند که با مردها ملال ایستند یا با مردها قهری ایستند، زیرا که هر ثانیه و هر ساعتی که زنها با مردها قهری می شوند در لعنت خدا گرفتار می شوند، در لعنت ملائکه گرفتار می شوند و اونها با همه درد با همه بلا
این زنها بعداً مبتلا می شوند. یعنی هر وقتایی که زنها اگر مبادا با یک جنجال از مردها ملال شدند یا قهری ایستادند، در حال خوش به حال همون زنی که بخشش طلب میکند و حیات خود باز مثل اولش شیرین میگرداند. رسول اکرم گفت وقتی که اگر مبادا در بین شما اگر قهرگی پیدا شد یا اینکه شما خواهید که زنها را یک آداب دهید، یک تعلیم دهید، شما جایگاه خواب را از پهلوی زن جدا کنید. الا فی البیت، لیکن در همون خانه که زن خواب است در همون خانه جایگاه خواب جدا کن. تو دیگر خانه و یا که از حولی بیرون نشو، زن در خانه تنها بگذار، بلکه همون خانه که شما خواب بودین برای آداب دادن زنها، یعنی برای آنکه زنها بفهمند که مرد از او ملال است، برای آنه که این عملی من، یعنی زن باید که اینه در خیالش گذراند وقتی که مرد جاگه خواب از او جدا میکند، یعنی گذراند که من یعنی کاری ناشایسته ای کردم که ملال شوهر من شد و او از پهلوی من جدا شد. باید که در همون خانه که زن خواب است در همون خانه پیغمبر گفتند باید که مرد جاگه خوابش را جدا کند. این است حقهایی که 5 حقی که زنها بالای مردها دارند. البته چگونه ای که مردها بالای زنها حقوقها دارند و خیلی مرتبات بلند دارند، نگاه میکنیم که زنها هم بالای مردها باز حقوقها داشتند. و حتی اگر ما و شما نظر کنیم دیگر فضیلت های زنها این بود که چگونه ای که مردها در جهاد با پیغمبر خدا اشتراک داشتند، زنها هم در جهاد اشتراک داشتند. یعنی چگونه مردها در دست شمشیر می گرفتند برای دفاع اسلام، برای دفاع قرآن، برای پیغمبر خدا را محافظت کردن، زنها هم در دست شمشیر داشتند و در پهلوی پیغمبر خدا با این یهودی ها می جنگیدند. حتی که گروه زنهای در یکی از جنگ ها برای اشتراک کردن حاضر شدند. پیغمبر خدا میگوید حتی با این زنها خطاب کرد چرا شما به این جهاد آمده اشتراک کردین؟ این زنها گفتند پیغمبر خدا ما می توانیم که اگر مجاهدی که زخمی می شود وی را طبابت کنیم، می توانیم که از معرکه جنگ مردی زخمی را آورده در یک جای بی آزار و یک جای آرام آورده گذاریم. ما می توانیم که از آب این مجاهدها را تأمین کنیم. ما می توانیم برای مجاهدها خوراک بپزیم. ای پیغمبر خدا برای ما رخصت ده. پیغمبر به این زنها رخصت دادند. حتی حضرت انس میگوید در جنگ احد که مسلمان ها در این جنگ شکست خوردگی هستند، برای سخن پیغمبر خدا را که مجاهدها شکستند و آن جانبی را که پیغمبر خدا گو حمایه کنین که از این طرف خوف است شاید از این جانب اینها هجوم کنند، سخن پیغمبر خدا را وقتی شکستند یهودی ها از همون جانب به مسلمان ها هجوم کردند و در همین جنگ احد مسلمان ها شکست خوردگی هستند که 70 صحابه پیغمبر با سرداری حضرت امیر حمزه در اینجا به هلاکت رسیدگی هستند. حضرت انس میگوید من با چشم خود دیدم که در همین جنگ احد حضرت عایشه دختر ابوبکر صدیق زن پیغمبر خدا با همراهی ام سلیم در میان خود مشکهای آب میبستند و آورده در دست مجاهدها میدادند و آنها به حلق خود میریختند. یعنی این گونه یاردم ها زنهای مسلمان در دوره های پیغمبر خدا میکردند. رسول اکرم میگوید که من در جنگ احد وقتی به طرف راست نگاه میکردم یا به طرف چپ نگاه میکردم ام عماره را میدیدم که در دست خود شمشیر داشت. این زن بود. ام سعد میگوید
من در شانه همین عماره یک زخم چقوری را دیدم و از او پرسیدم این زخم از کجا پیدا شد؟ گفت در جنگ احد وقتی اطراف پیغمبر خدا خالی ماند و ابن قیمه که خدا او را خوار و ذلیل کند خواست هجوم به پیغمبر کند، من با همراهی حضرت مصعب ابن عمیر هجوم بالای ابن قیمه کردیم و از بس که وی دو زیره داشت و شمشیر ما با او کار نمیکرد و یک شمشیر در شانه من زد و این زخم چقور از ضرب شمشیر همون بدبخت است. و رسول اکرم پیوسته عماره را تعریف میکردند. بار میگوید در دوره های خلافت حضرت عمر یک چادر کلانی که خیلی قیمت کلان داشت و یا روی مال کلان بود وقتی آوردن و به حضرت عمر گفتند این را برای کیلون خود ببر، یعنی به زن حضرت عبدالله. حضرت عمر گفتند من یک زن را میدانم که پیغمبر خدا دائم و تعریف میکرد، توصیف میکرد، این عماره هست، این روی مال گو حقی او هست. یعنی برده به همین عماره روی مال را تسلیم کردند. یعنی از روی این حکایه ها هم معلوم شود که زنها هم در دوره های پیغمبر خدا در جهادها اشتراک میکردند. این هم فضیلت زنهای دوره پیغمبر و این بلند مرتبگی زنهای حاضره ما و شما مسلمان ها را نشان میدهد. حتی رسول اکرم میگوید اللهم انی احرج حق ضعیفین الیتیم والمرأه. خدای مهربان من گناهگار میشمارم، گفت من گناهگار میشمارم شخصانی را که حق دو ضعیف را پایمال میکنند، یکی حق یتیم را، دوم حق زنها را. کسی اگر حق زنها را یا حق یتیمها را اگر پایمال کند، پیغمبر خدا گفتند اللهم انی احرج، من گناهگار میشمارم او را. و دیگر مسئله که در دوره های جاهلیت یعنی پایمال کردن حقوق زنها بود، این طلاق بود. طلاق در دوره های جاهلیت اهمیتش این بود که وقتی که اگر یک کار عادی ترینی که زن انجام میداد، یعنی اگر در او شوهر ناراضی میشد، گفته مرد که یعنی لفظ طلاق استفاده نکرده، خود زن طلاق میشد. یعنی دیگر طلاق در دست مرد نبود. وقتی همین زن عادی ترین جنایتی را که اگر انجام میداد یا عادی ترین عملی که وی باعث طلاق دادن نبود، وی خود طلاق میشد. لیکن در زمانهایی که پیغمبر خدا آمد و خداوند این حکم طلاق که در دست مرد داد، باید که مردها یعنی مثل دوره جاهلیت طلاق را استفاده نکنند. یعنی افسوس که امروز چقدر سوالهای زیاد نزد ما هست و چقدر مراجعت‌های زیاد از طرف جوانها هست که همه اونها زنهای خود طلاق دادند و امروز میخواهند که باز فتوا یابند، باز میخواهند راه یابند که با این زنها زندگی کنند. البته طلاق حلال است. چگونه پیغمبر میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است، لیکن بدترین حلال ها در نزد خدا به شمار می رود. از همه شما جوانای عزیز و از همه پدرهایی که در خانه صاحب کلین هستند مراجعت میکنم و خبر میدهم که باید که به طلاق دادن هیچگاه راه ندهند. تا حد امکان، تا تمام مصلحت و تمام شرایط ها را استفاده برده، بعداً باز همون به دستور یگان داملا و یگان عالم مرحمت بعداً طلاق کند. و الا خیلی آدم باید که در مسئله طلاق باید با صبر باشد، شتاب نداشته باشد.
زیرا بینید در حدیث های صحیح پیغمبر میگذرد که شیطان در بالای یک بحر کرسی خود میگذاشته است. همین شیطانی که امروز امت اسلام از راه حق بیرون کردگی هست، میگوید بالای بحر کرسی خود میگذاشته است و فرزندهای او در تمام دنیا پریشان هستند و هر کدام او می آمد از خبر می داده است. ای سردار، امروز من یک مرد مسلمان را وسواس کردم و او به زنا مبتلا شد. این سردار چی می گفته است؟ می گفته است نه آنقدر کاری بزرگی را انجام دادی. باز دیگری می آمد است، ای سردار، امروز من یک نفری مسلمان را نگذاشتم که در نماز 5 وقته در نماز جماعت اشتراک کنند. سردار می گفته است نه آنقدر کار بزرگی را انجام دادی. دیگری می آمد است می گفته است ای سردار، من یک مرد را چنان وسواس کردم که بار هم نماز نمی خواند. سردار می گفته است نه آنقدر کاری بزرگی را انجام دادی. این کار سهل است، این کار آسان است. دیگرش می آمد است می گفته است ای سردار، امروز من یک بنده مسلمان را چنان وسواس کردم که حتی دستی به قتل زد، یک برادر مسلمان شا به قتل رسانید. این شیطان می گفته است نه آنقدر بزرگی را انجام دادی. یعنی از کار این، از این مراجعت، از این خبرها این سردار میگوید هیچگاه شاد نمی شده است، خرسندم نمی شده است. وقتی میگوید یک نفر دیگر می آمده است از فرزندهای شیطان، می گفته است ای سردار، امروز من یک جوان را چنان وسواس کردم، در خانه آنها چنان جنگ را مبتلا کردم که وی مرد عاقبت زن خود طلاق داد. میگوید این سردار از بالای کرسی میخیسته است و نزد این فرزند خود می آمده است و این فرزندی که این گونه عمل را انجام داده است وی را در آغوش می گرفته است، می گفته است خوش به حال تو که چنان یک کار بزرگی را انجام دادی. در این عمل تو عرش پروردگار جنبید. از یک طلاقی که تو در خانه این مسلمان برپا کردی، عرش پروردگار را تو در جنبش در آوردی. از طلاق عرش پروردگار می جنبد. خدای مهربان از این طلاق بی نهایت ناخشنود می شده است. البته سبب همه طلاق ها ما و شما می دانیم که جنجال هاست، بعضی نافهمی هایی که در خانه پیدا می شود، عاقبتش طلاق است. لیکن شما فراموش نکنین شما پیرو پیغمبر خدا هستین. در خاندان پیغمبر خدا هم جنجال بود. قصه ها از حیات پیغمبر خدا میگذرد که بار پیغمبر خدا با همراهی عایشه چی جنجال کردند. چنان جنجال شدند که حتی که پیغمبر خدا مجبور شدند که خسوری خود، یعنی حضرت ابوبکر را برای مصلحت دادن دختر در خانه خود حاضر کند و نفر روان کرد که ابوبکر را به نزد من دعوت کنید. وقتی ابوبکر آمد، عایشه صدیقه در یک گوشه خانه نشسته، پیغمبر خدا در یک گوشه خانه نشسته. وقتی ابوبکر در آمد و نزد اینها که نشست، پیغمبر گفت ای عایشه، گفت آیا سخن را تو آغاز میکنی یا من آغاز کنم؟ آیا شکایتی که داریم آیا تو آغاز میکنی یا من آغاز کنم؟ میگد عایشه چنان غضبناک بود، گفت بل تکلم انت ولا تقل الا حقا. ای محمد، گفت
تو آغاز کن. لیکن وقتی که صحبت میکنی، وقتی که سخن میگویی، گپی راست بگو. بین پیغمبر خدا آیا گپی ناحق میگفتن؟ سخن پیغمبر خدا همش، چی در حالت حزل، چی در حالت غضب، در همه حالت پیغمبر خدا سخن حق میگفتند. لیکن چنان خشم عایشه را فرا گرفته بود که گفت ای محمد، گفت وقتی سخن میگویی سخن راست بگو. از این سخن ابوبکر صدیق چنان میگه غضبناک شدند، خسته عایشه صدیقه را زیر لط کوب قرار دادند. محمد غزالی در کتابش میگوید که حتی از بینی عایشه خون سر کرد و دویده میگه از پشت پیغمبر خدا میگوید آغوش کرد. پیغمبر خدا گفتند لم ندعوک لهذا یا ابو بکر ولا اردنا منک هذا. ای ابو بکر، من تو را برای این فریاد نکردم که بینی عایشه را خون آلود کنی. من از تو این را درخواست من این نبود، بلکه درخواست من این بود که تو به او یک مصلحتی نیک دهی. در عائله پیغمبر خدا این گونه جنجال ها پیدا می شد. حتی چنان گاه ها میگد عایشه چنان غضبناک می شد که از غضب بسیار چی می گفت؟ ای محمد، تو گمان میکنی پیغمبر هستی؟ این گونه میگد صحبت ها از زبان عایشه صادر می شد. رسول اکرم میگوید اینی لعرف غضبک من رضاک. ای عایشه، من میدانم که تو کدام وقت غضبناک هستی و کدام وقت خوشحال هستی. کیف تعرفوه؟ عایشه گفتم پیغمبر چگونه تو میشناسی؟ کدام وقت تو میدانی که من غضبناک هستم و کدام وقت از تو راضی هستم؟ پیغمبر گفتن که اذا رضیتی قلتی لا و اله محمد صلی الله علیه وسلم و اذا غضبتی قلت لا و اله ابراهیم علیه السلام. وقتی اگر گفت من غضب تو را از رضاگی تو با چنین تجربه فهمیدم، وقتی تو از من راضی باشی میگویی قسم به خدای محمد، لیکن وقتی از من ناراضی باشی یا غضبناک باشی میگویی که قسم به خدای حضرت ابراهیم علیه السلام، نام مرا نمیگیری. از این حکایه ها چی معلوم می شود؟ معلوم می شود که در حیات پیغمبر خدا هم، در بین زنهای پیغمبر خدا هم گاه وقت نافهمی ها پیدا می شد. یعنی از جانب زنها پیدا می شد. پیغمبر خدا هیچ عیب نداشتند. من برای شما جمعه پیشین خبر دادم که پیغمبر گفته بودند فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. پیغمبر گفتند اینها از قبرغه چپ هستند، اینها از چنان اعضای هستند که اگر شما خواهید که راست شوند میشکنند و راست نمیشوند، و اگر به حال خودشان گذارید همچنان کج میمانند. فاستوصوا بالنساء، با زنها معامله خوب کنید. یعنی پیغمبر از اصل اینها ما و شما را خبر داده ایستاده است. باز چگونه بالای اینها ما و شما، یعنی غضب ما و شما به اینها هیچ تأثیر ندارد. باید که ما و شما مدارا کنیم، زندگی کنیم. باید که ما و شما با طلاق راه ندهیم. طلاق کردن این نشانه دلیری شما نیست، نشانه پهلوانی شما نیست، نشانه ایمانداری شما نیست. باید که در این حالتها ما و شما باید که با صبر باشیم، صبر را پیشه خود کنیم. حضرت عمر چنان غضب داشتند، چنان مرد بودند که حتی که تمام زنهای مسلمان از عمر میترسید، تمام مردهای مسلمان از عرب میترسید، از عمر میترسید. وقتی میگوید در زمانهای همین حضرت عمر، وقتی که یک مرد از زنی خود بسیار نالان بود، یعنی کدام زنی بود است که مرد بسیار دقت میداده است، غم میداده است، این مرد ناچار نزد حضرت عمر آمدند، خواستند که شکایت زنی خود پیش عمر کنند تا که حضرت عمر یگان چاره بیند. وقتی میگوید این مرد به خانه حضرت عمر در آمدن، نگاه کردن که حضرت عمر
بالای یک بالین، بالای یک کرپچه نشسته است و زن او با آواز بلند، با صدای بلند و عمر داد زده ایستاده است و حضرت عمر سکوت، خاموشی را پیشه خود کرده است. وقتی این جوان میگوید حال حضرت عمر را دیدن، در حال پس گشتند. گفتند مادامی که حال خلیفه که چنان باشد، پس نزد او شکایت من چی در کار؟ وقتی میگوید پس گشتند، حضرت عمر میگوید این جوان دیدن و فریاد زدن. گفتند نزد من بیا، حاجت داری؟ گفتند آن حاجتی که من داشتم، آن حالتی که بالای من بود، بالای شما هم همون حالت بوده است. از این خاطر یعنی من از شما دیگر هیچ حاجتی ندارم. و خواستند که از نزد حضرت عمر بیرون شوند. حضرت عمر چی گفتند؟ گفتند همین زنی میبینی که بالای من بلند آوازی دارد، همین زنی که بر سخن من گپگردانی دارد، این طباخة لطعامی، خبازة لخبزی، غسالة لثیابی، مرضعة لولدی و یسکن قلبی بسببها من الحرام. گفتن همین زن گفتن خوراکپز من است، طباخة لطعامی. وقتی من بیرون میشوم پس میگردم میایم که خوراک تیار است. غسالة لثیابی، لباسهای چرکین من همین زن میشود، تازه میکند. مرضعة لولدی، کودکهای مرا نگاه و بین میکند، کودکهای مرا شیر میدهد. و با سبب این زن قلب من از حرام تسکین مییابد. این زن سبب شده است و من دیگر بر حرام راه نمیدهم، با راه حرام نمیروم. از این خاطر با یک زبانی که این دارد با این من صبر میکنم. خدا گفته است ان الله مع صابرین، من همراه صبر کننده ها هستم. انشاءالله من بالای این زن غالب می آیم. یعنی بین توصیه حضرت عمر این بود. یعنی حضرت عمر می توانستند که در حالتی که خلافت در دستش بود، پادشاه بودند، می توانستند که با سبب یک گپگردانی این زن در حال زن طلاق دهند. یکی طلاق ندادند، صبر کردند. قصه ای را برای شما چند جمعه پیش خبر داده بودم. یعنی مادام باز موردش آمد تکرارش باز ثواب است. گفته بودیم که یک مرد یک زنی خیلی بدی داشت. من این حکایه ها را برای آن میارم که برادرای عزیز در هر یک عادی ترین کارها شما به طلاق راه ندهید. یعنی در حال با راه طلاق از زنها جدا نشوین، زیرا باز فردا شما پشیمان بشوید. یا فردا شما مثل این ممکن که اگر زنی خوبم که دریاب کنید، گفتی خداوند در قرآن چی میگوید؟ و عاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. خدا میگوید شاید همین زنهایی که درشت زبان هستند، بد اخلاق هستند، شاید اینها برای شما فرزندهای خوب دهند، شاید از اینها شما فرزندهای سالم و صالح گیرید. و شاید اگر شما زنهای صاحب جمال بیارید، ممکن که مثل این میگد فرزندهای خوب برای شما ندهد. مرد بود میگد یک زنی خیلی بدکردار داشت و بسیار عذاب میکشید. رفیقهای او از حالت این رفیقشان درکدار شدند و یک جای مصلحت کردند که بر او مصلحت میدهیم تا که این زن را طلاق دهد، زیرا حالش خیلی خراب شده است، چهرهش زرد شده است. نزد این رفیقشان آمدند و گفتند، ای رفیق، گفتند ما درکدار شدیم که تو زنی ناخوب داشتی، ناخوب داری و تو را پیوسته دقت میدهد، عذاب میدهد. چی خوب میشود که از این عذاب با راه طلاق از او خلاص شوی. این مرد چی گفت؟
این مرد مادامی که ایمان کامل داشت و مسلمان بود گفت این فکر شما هم در خیال من بود، لیکن مرا دو کار نگذاشت که این زن را من طلاق دهم. اول حدیث پیغمبر خدا را خواند. کدام مردی که پیغمبر خدا گفتند صبر علی سوء خلق زوجته اعطاه الله من الاجر مثل ما اعطی ایوب علی بلائه. پیغمبر خدا گفتند کدام مردی که اگر بر آزار زنش صبر کننده است، خداوند بر او اجر حضرت ایوب را چگونه که در بیماری کشیده بود، در بلا کشیده بود، خداوند بر این مرد نصیب می‌گرداند. حضرت ایوب 8 سال، با بعض روایت 18 سال با پشت در بالای ریگ خواب کردند، بیماری کشیدند. انا همون اجر را پیغمبر خدا گفت بر مرد خدا نصیب میکند که بر فعل بدی زنش صبر کننده است. این مرد گفت من این حدیث پیغمبر خدا را وقتی که خواندم نخواستم که این زن را طلاق دهم، خواستم که با سبب صبری که من دارم خداوند اون اجر حضرت ایوب را در نامه اعمال من کتابت کند. و دوم سببی که مرا نگذاشت که این زن را طلاق دهم، اگر چی زنی بدفعل است، اگر چی زنی بد اخلاق است، بد گفتار است، این است که وقتی این را من طلاق دهم فردا یک مسلمان دیگر این را در نکاح درآورد و وی مسلمان هم در عذاب گرفتار شود. یعنی اینم یک غمخواری یک برادر مسلمان را نشان میدهد. یعنی وقتی که ما و شما همون زن طلاق میدهیم باید که در خیال خود گذرانیم که این به خانه پدر می رود، به خانه مادر می رود، این در نزد برادر مادر و پدر دیگر قدر ندارد. امروز از حیاتی که در خاندان ما و شماست خودتان خلاصه کنید. وقتی که با 3 فرزند و 4 فرزند و یا شوهر وقتی طلاق می دهد وی در کجا دیگر سرپناه می یابد؟ در کجا وی قدر قیمت می یابد؟ فرزندهای او همه بی تربیه می شوند. دیگر این مادر مجبور می شود که راه زنا را پیش گیرد و برای فرزندها یگان قوت، یگان نان، یگان آب پیدا کند. یعنی چی یک مصیبت در خاندان اون زن پیدا می شود. امروز یک خیلی همین عقیده نادرستی در خاندانهای مردها یا در عقیده مردها پیدا شده است که اگر مرد زن را طلاق دهد یعنی بچه‌دار هیچ وقت هم دقت ندارد، با زن دیگر می‌یابد، زن دیگر می‌گیرد. لیکن این بسیار عقیده غلط است. چگونه که همان زن در خانه خود بی‌قدر است یا چقدر رنج عذاب می‌کشد، این مرد تصور کند که در هر یک رنج عذاب اون زن این مرد گناهکار است و در نزد خدا عاصی است. باید که هیچگاه شما با طلاق خود را از زنهای خود جدا نگردانید. یعنی وقتی که در خاندان شما اگر جنگ می شود، جنجال می شود، می توانید که شما یعنی با یک آدمهای خیرتمند و آدمهای با عقل مراجعت کنید تا که راههای خوبش را برای شما پیدا کنند تا که شما در نزد خداوند گناهکار نشوید. یعنی این است در باب حقوقهای زن بالای شوهرها. خدا خواسته باشد انشاءالله باز جمعه های آینده که سوالهای خیلی زیاد نزد ما هست جواب میگردانیم و بعدنش انشاءالله از حقوق شوهرها بالای زنها که یعنی شوهرها چی حقوق دارند باز به سمع شما میرسانیم. در اینجا یک چند سوال های هست تا که اونها را جواب میگردانیم، انشاءالله بعداً دعا میکنیم.